قرآن کریم و تناقضات آخوندها. آخوند شجاعی میگوید ما به حرف واحد عربي عدل عوج. شوفوا الاشكالات الواهيه، لانه وردت كلمه مصحف في الروايه صار الشيعه عندهم قران. انا اللي يسالني اقول له عندنا قران بس قول لي وينه، يعني اخول السؤال بجانبه. اقول له اذا الشيعه عندهم قران، انا شيعي قول لي هذا وين القران، انا الشيعي ما ادري بهذا وين. هذا السؤال هالشكل يصير افضل، يعني تحول السؤال الخانته. عندما يطالبك بقرآن غير قرآن المسلمين قل له ما يخالف، وين هذا القرآن الثاني؟ أنا القرآن اللي عندي هو نفس القرآن اللي. اما آخوند عبدالحمید مهاجر میگوید العلم الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين، ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب. هاي النسخة اللي كتبها أمير المؤمنين وجاء بها إلى أصحاب رسول الله، قال هذا القرآن أنا جمعته، هذا القرآن موجود. قالوا لا عندنا قرآن. قال زين هذا القرآن رجعه. بعد ذلك فكروا قالوا لا تعالوا نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا والله خلص سبق السيف العدل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم. علمای شیعه همیشه سعی کردند عقیده باطل خود را در مورد تحریف قرآن مخفی نگه دارند و بر تقیه عمل کنند تا نزد خلایق رسوا نشوند، و خصوصا در عصر ارتباطات که دنیا مانند دهکده کوچیکی شده است و علمای شیعه مشغول تبلیغ دین شیعه در سراسر جهان هستند، اما با وقاحت عقیده تحریف قرآن را رد می کنند، در حالی که همه می دانند که این عمل آنها نفاق و تقیه است. ولی الله متعال دشمنان خود را که کتاب با عظمتش را تکذیب می کنند با زبان خودشان رسوا می کند، چنان که آخوند عبدالحمید مهاجر پرده از روی این کفریات برداشت. هذا القرآن أنا جمعته، هذا القرآن موجود. قالوا لا عندنا قرآن. قال زين هذا القرآن رجعه. بعد ذلك فكروا قالوا لا تعالوا نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا والله خلص سبق السيف العدل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم. شیعه امامیه به خوبی دریافتند که از اثبات اصولشان به وسیله قرآن عاجزند و نمیتوانند به آسانی این اصول را در قرآن کریم ثابت نمایند. قرآن نیز آشکارا به ذکر مسائل بسیاری مانند وضو، طهارت، حتی مسائل پیش پا افتاده زندگی مسلمانان پرداخته، اما به امامت و عصمت اشاره‌ای ننموده است. لذا آنها به ادعای ناقص بودن قرآن پناه بردند تا اعلام دارند که این مسائل در قرآن بوده اما نصوص آن حذف شده است. الله عزوجل حفظ کتاب عظیم خود را تا روز رستاخیز بر عهده گرفته است، چنان که می‌فرماید ما قرآن را نازل کردیم و همانا ما نگهدار آنیم.